گایز، چطورین بچه‌ها؟ خوش اومدین به ویدیو. من حسین وایتی ام و امروز بعدم توی این ویدیو آموزش و بررسی کامل فورد رپتور رو توی سرور راکستار ام تی ای براتون برم. خب قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، یادتون نره که حتما کانال ما رو ساب داشته باشین، این ویدیو رو لایک کنید و اون زنگوله بغل هم بزنید. خب پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. خب گایز، اول بیاید تا بهتون بگم که توی کدوم اتوگالری اصلا میتونید برین ماشین رو بخرید. توی اتوگالری وارگو اینجا مپ توی شهر الس شما میتونید برین و این ماشین رو بخرید به قیمت 19,200 اگه اشتباه نکنم، که حالا با هم میریم و میخریمش. خب قبل اینکه بخوایم بریم سراغ اتوگالری و بهتون نشون بدم، اینو اول بهتون بگم که این ماشین مخصوص کسایی که میخوان برن و الماس جمع کنن، به خاطر اینکه همونطوری که میبینید سطح ماشین خیلی بالاست و به راحتی میتونید از روی الماس ها رد بشید و اونا رو پوت کنید. البته بگم نسبت به قیمتی هم که داره واقعا میارزه و اگه شما یه ماشین میخواین که سرعت داشته باشه و توی همین رنج قیمت باشه، من پیشنهاد نمی کنم که برید اینو بخرین، چون سرعتش آنچنان زیاد نیست و اگه سرعت براتون مهمه، مثلا میتونید برین فورد مستانگ بگیرین که با یه آپگرید ریز شما سرعتش رو میتونید رو 400 تا ببرین، که خب با همون قیمت توی رنج مثلا 19 تا 30 میل واقعا سرعت خوبی بهتون میده نسبت به بقیه ماشینا. خب دوستان، ما الان رسیدیم اتوگالری و اینکه من الان میخوام برم و بهتون نشون بدم که چجوری میتونید بخرید این ماشین رو. وارد اتوگالری میشید و به دنبال فورد رپتور میگردین که اینجاست و قیمتش هم همونطور که میبینید 19,200 و میتونید با گلد هم به قیمت 19K و 200 دونه گلد بگیرید. خب همونطور که میبینید رنگ‌های مختلفی داره برای خرید و این هم در و چراغاشه که میبینید و من همین الان یه تست میزنم این ماشین رو که سرعت پایش رو ببینید. قبل از آپگرید شما همطور که میبینید قبل آپگرید سرعتش بیشتر 280 تا نمیره و سطحش هم نسبت به ماشین خودم که الان آپگریدش کردم نسبتا پایین تره و اینکه خیلی فرمون سفتی داره الان و کلا جالب نیست. ترمزش هم اگه آپگرید نکنید به درد نمیخوره و چند دقیقه بعد شاید تازه بخواد وایسه. همطور که میبینید چقدر بده. ولی میگم این ماشینایی بخوایم بگیرین، حداقل شما باید 6 میل هم خرج آپگریدش کنید تا بتونید یه ماشین خیلی خوب درش بیارین. حالا من یه سری خرجای اضافی مثل بک فایر رو اینا کردم که واقعا لازم نیست. اینا اصلا خرجایی که من خودم توصیه نمی‌کنم. من همینطوری گرفتم. تست این ماشینم رفتیم و اینکه دیدیم با چه سرعتی و با چه حالا تیون هایی هستش، حالت دیفالتش که وقت میخواین بخرین چجوری. همونطور که گفتم شما باید حداقل 6 میل خرجش کنید تا حالا به یه همچین چیزی و یه به همچین به اصطلاح یه همچین روش کارکرد برسید. خب ما میریم الان داخل کوره و یه بیل برمیداریم و میریم بهتون نشون میدم که چجوری خیلی راحت میشه الان پوت کرد باشه الماسا رو. و اینکه الان همونطور که می‌بینیم از سطح تایراشو تا جایی که امکانش هست به مکانیکا گفتم بیارنش بالا و اینکه تیون هایی که روش زدم میخوام بهتون بگم که حالا به ترتیب روی صفحه میاد الان. خب تیون اولی که من زدم آپگرید موتورشه که سرعت موتورش رو 70 تا میبره بالا و همونطور که میبینید از 280 تا اومده به 350 تا. خب من اینجا وای میسم که بهتون بگم کامل تیوناش چیاست. حالا چیزایی که من زدم خودتون میتونید یه سریاشو حذف کنید. خب کیت ترمز براش انداختم و همینطور که ببینید چقدر ترمزش خوب شد. کیت فرمونم انداختم که حتما باید بندازین چون اصلا فرمون خوبی نداره. نیترو هم که همه اکثرا میندازن، حالا چه 5 تایی چه 10 تایی، که صرفا حالا تفاوت خاصی نداره، ولی به نظر من 10 تایی بندازین بهتره.
بدنش رو یا همون آرمارش رو یه لول بردم رو آپگریدش کردم و ارتفاعش رو تا جایی که امکان داشت، یعنی همون 1.5 یا نمیدونم 1.5 یا 2.5 بردم بالا. دیگه براش نئون انداختم همینطوری که میبینید و البته الان باید شب باشه تا معلوم باشه. میخواستم براش کیت سوپر بندازم و دیدم که واقعا ارزش رو نداره، از سرعت و شتابش هم تفاوت خاصی نمیکنه. برای همین اگه میخواین کیت بندازی به نظر من این ماشین اصلا ماشین مناسبی نیست، چه حالا دیریف چه سوپر. دیگه درگ واسش انداختم برای شتابش زیاد بشه و اینکه یه بک فایر هم انداختم که صدای قشنگی بده که به نظر من لازم نبود بک فایر بخوام بندازم براش. خب بریم کوره، من چند تا دونه الماس براتون بزنم و ببینید که چطوریه. خب بچه راستی یه ویدیو هم قراره بسازیم در مورد تمام مکانهای الماس ها و گلیچ هایی که میتونید بزنید تا الماس بود کنید یا تمام توضیحات ممکن برای حالا داستان الماس ها رو قرار داخلش بهتون بگم که بعد این ویدیو فکر کنم آپلود بشه، اونم حتما بریم ببینید. خب الان ما میریم سمت الماس و ببینیم که چقدر راحت از روی الماس رد میشه. حالا این که داره فوت میکنه ولی این همینطوری که میبینید اصلا براش مهم نیست، راحت رد میشه. حالا من یه گیریش هم باید بزنم. خب بچه من نمیدونم چرا نتونستم گیلیچو بزنم و نمیدونم باگش چیه، فقط اینکه خلاصه بهتون میگم که راحت میشه روش گیلیچ بیل زد، ولی الان نمیدونم چرا نشد. من اینکه حالا فهم خواستم بهتون نشون بدم که چقدر راحت از روی الماس رد میشه و شما توی چند ثانیه فقط میتونین برین کل الماسایی که توی منطقه هست و زودتر از همه اینطوری پوز کنید. یه خوبی دیگه هم که داره، الان من چند بار از روی الماس رد شدم و به جای مختلف حالا توی ویدیو خوردم، ولی آرمارش نسبتا خوبه به قیمتش. چون ماشینای توی این رنج قیمت اصلا آرمار خوب ندارن و خیلی راحت میپکن و یکم از پراید شاید آرمارشون بیشتر باشه، ولی با قیمتی که شما دارین میدین واقعا ماشین خوبیه و به نظر من اگه دنبال جمع کردن الماسین این ماشین مخصوص شماست. حتی من خودم لنکروز دارم و حتی با رنجوورم رفتم لنکروز دیگه براتون بگم جی کلاس اینا هیچ کدومشون به پایین نرسیدن از لحاظ ارتفاع و اینکه برای الماس زدن واقعا ماشین خوبیه و حتما بهتون توصیه میکنم. و یه خوبی هم که داره اگه سطحش رو ببریم بالا، اکثر ماشینایی که سطحشون میره بالا وقتی مثلا به اندازه یه حدودا 15 تا 20 بار از روی الماس رد میشن آرمانشون از بین میره و منفجر میشن. ولی این ماشین من هرچی تست کردم تا حالا مثلا با شده 50 60 تا دونه الماس هم اینطوری از روشون رد بشم و اصلا هیچ آرمانی ازش کم نشده که حالا مثلا دود حتی بخواد ازش بلند شه. همینطور که میبینی خیلی راحت و نرم از روش رد میشه، اصلا مهم نیست براش که انگار این زیر الماس چیزیه. ببینید خیلی راحت از روی الماس ها میتونید رد بشید و این به نظر من یه بحانه خیلی مثبته براش. و یه چیزی هم که درباره تیونش میخواستم بهتون بگم، حتما حالا اگه دوست داشتین و هزینه خواستین بکنین به اون مکانیک بگین که براتون چسبندگی تایراشو نسبت به زمین تا ته ببره بالا و همینطور که میبینید اگه نبرین بالا به این راحتی از روش رد نمیشه و خیلی راحت چپ میکنه روی الماس. برای همین اگه به نظر من میتونید هزینه کنید اینو حتما بگیرید، چون قیمتش هم حدود 2 تا 2.5 میل میشه. و راستی اگر هم واسه تیونش پول ندارید حتما برین یه وام روش بگیرید که 11 میل خورده‌ای بهتون وام میده که به نظر من برای تیون کاملا کافیه و خیلی راحت میتونید بهترین تیونا روش بزنید. و اینکه اصلا کیت روش نندازین چون نمیارزه. راستی چیزی هم که میخواستم بهتون بگم اینه که این ماشین جدیدن داره بازار خوبی پیدا میکنه و توی سرور خیلی راحت میتونید با همون قیمت پایش با یه تیون خوب
به صورت شرایطی بفروشینش. مثلا این ماشین رو شما میتونید برین با، مثلا دارم میگم، 30 تا ریپر با قیمت پایش بفروشینش و تاق بزنی، که به نظر من قیمت خوبیه. یعنی حتی اگه بخوایم بفروشینش هم باز سود کردین از این قضیه. و خلاصه بهتون بگم میارزه برای خریدش. خب بچه ها، این هم از ویدیو ما بود که امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو. و اینکه اگه چنل ما رو دوست داشتین، آموزش ما رو دوست داشتین، چنل ما رو حتما ساب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و اینکه در کل منتظر ویدیو بعدی هم باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.